قراره به زودی ایران زیر بارون و برف دفن بشه. طبق گفته کارشناسا طی 10 روز ایران قراره توی بی سابقه ترین موج بارشی 10 سال اخیر قرار بگیره. از یه طرف موج سرمای شدید و ابرهای فشرده از سمت روسیه و دریای سیاه و مدیترانه شمال کشور مخصوصا استانهای شمالی و اردبیل و آذربایجان رو در بر میگیره و از یه طرف دیگه جنوب کشور هم درگیر پدیده بارشی النینو میشه که یکی از پرقدرت‌ترین سامانه‌های بارشی دنیاست. چیزی که جالبه اینه بارش‌های 10 روز آینده میتونه در صورت مدیریت درست سفره‌های زیرزمینی رو پر و سدهای کشور رو لبریز کنه و بارش‌های 1 ساله ایران رو جبران کنه. کارشناسا حتی هشدار عمومی دادن که مردم از کنار رودخونه‌ها و کوه‌ها دوری کنن و کوهنوردا فعلا صعودشون رو کنسل کنن. اما عجیب‌ترین بخش ماجرا اینه که بعضی از نقاط کشور مثل اصفهان و یزد و شیراز بارش برف رو بعد از سالها تجربه میکنن و ارتفاع برف ممکنه توی بعضی جاها به 2 متر برسه. شاید این یکی از هدیه‌های خدا به مردم ایرانه. تو کامنت ها بنویسید خدایا شکرت و بگید به نظرتون اینا نتیجه بارورسازی ابرهاست؟